سلام علیکم. خیلی یار هستی. خیلی. انده باشی. سگ گنده بسته یه برار. عباس و پیار کجایم؟ کی؟ عباس و پیاریو. عباس اینا دیگه امروز نمادم خاطر که امروز شنبه اول شنبه نمیایم. اول شنبه نمیایم. زنده باشه سلامت باشه. حالا با باغچنی هم؟ کی؟ عباس و پیاریو. دیرو جمعه بودن دیرو همه بودن خانوادگی امروز با شنبه نمیایم اول شنبه. گیلک. سکو برو. با ما مهمون آماده بیام آدم ولی گفتم اگه بهش از میوه کمی برای ما بدی خیلی نمایم. آید یک معنی باشه ها بیشتر نمایم. فهمیدی؟ گیلک. سکو من به تو دایی هم میدم دیگه به شرطی از این رسیده ها. تا دومن خوب میبری؟ نه میرم سالتی میرم حالی هم خوب رسیده باشه به خاطر که میمونم با تو تا وقتی من سالت میرم دل جمعم دیگه با عباس اینای چی نگی؟ نه دیگه های گیلک با دل جمعم پورتکیه پورتکی سکو تو بچینی من میرم سالت میار بفهمیدی؟ خوبه نه بگی شما باید بکنم پس اومم نورلله از این زردلو هم بکی گیلک خدا برای اشتباه کردم کاش که سالت کلانتری می آوردم کاش که سالت کلانتری می آوردم سالت کلانتر؟ آی کم میگیره کم میگیره اشته میکنه این پر شدنه نورلله باب بگی سرنزی بگی بسته کنه چکار کنم من اینجا بکن زیر درخت هم هسته اونا چرا اینجا ریختی بیر خب چکار تازی جا نمیشه من اینا بردم مو برقایم میکنم برقایم میکنی بو برقایم که با ما درتر میاد درتر سرکو تو سالت میبرن خیلی میکن سالت میبرن خیلی میکن نه باز بی صدا بری تو بیریشی خوبه دل جان اینا رو سکو تو بند نسالی اینا رو قایم میکنم خوبه درتر با ما میاد درتر میای جلو خودسی خوبه دل جان باش تا گیلک خیر بینی گیلک جو خوبه پیش هم میمونم عمر کم نوردی عباس رانشتنی خیلیت بخیری دانجوری چیگه پایت یار هستی؟ شکر چی خبره خیلیت بخیری؟ شکر شما خوبه؟ شکر من بیام خبر شما رو بگیرم نبیدی دیگه دیگه گفتم گیلک بیره گیلک دیگه چند دفعه من گیلک بگو تکبیر از این باغ برات کمی میوه بودم به خوبی بری که با صبح گله نکنی دیگه گفتم خب من میتونم بیام آدم کم میوه هم برداشتم دیگه میتونم برو بکنم چی هسته؟ کمی میوه دیگه چیزی نیست دیگه باشه خوب کردین برای خدا بیشتر میبردین بس دیگه فعلا همینا هست دیگه خدا حافظ فعلا خیر بریم خدا حافظ یا سلام بگید کله گنده تو گیلک به خاک شه کله گنده تو به خاک شه تو بزی باغچه بیاوردن که میوار توزیع کنی به مردم محل روز داشتی اونجا زحمت میکشی او میدی پاکری میکنی دل مامتی میسته میکنی اونجا بیا این باغچه روش میکنه از خودم هست خیلی باشه وای 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 تو سیکو تو اشته ساعت پر کرده و رست نده که بگوی شمالی لال زار باشه به من چی دلارامه بله خلیفه اینجا گایا خدا کنه که ندیگه باشه اشتنی گیلک اشتنی خلیفه جانجار اختیار هستیم بخیری خیرت می علا فاره میچینم از این گلا خراب نشه گلا بله گیلک نورلله چی ماسا باغچه هیچ کی نماد اصلا مرغی به این باغچه نماد مرغی هم نماد نه مرغ نماد اصلا هیچ کی من به در باغچه که من اینجا این چرد برا که روش میکنم در باغچه هم اونجا کسی نمیگه چخه
سگ نمیگذاره کسی بیه به داخل باغچه. گیلک سعی کن تو خوب یک کلمه تو بگم. تو بزو باغی که باغونی میکردی من سای باغی بودم. زنده باشیم سلامت باشین. بفهمیدی؟ این تو فکرها به مغز خود نیار که من نمیفهمم. بس میگی. شکر خدا من مال 12 سال درس خوندم. بله شما خیلی هم میفهمید. شما که تو میفهم که 2 کلمه از من بیشتر عقل کمال داره. 2 کلمه. نورلله چی ماست باغچه؟ کی؟ حماله کی؟ حماله؟ ها. اصلا خلیفه ما کور شده باشم که اگه من نورلله دیده باشم. نگو کور شده باشم. نورلله به چی ما میشی از این شاخا. البته مثل که راه تیر میشده. راه به کجا گیلک تو نشهی؟ ما در باغچه رو وا کردم که بیام داخل باغچه پشت در بوده. سطلم به دستیو. تا سطل چی بوده؟ هیچی همین نورلله بیامده گفتن خلیفه. انا گفته که ما مادر ما گفته که من دیشب خود دیدم که اگر الو نخورم میمرم. همین گپ نمیتونستی بودم بگی؟ نخورم میمرم. بودم نمیتونستی بگی دم اول. نه خاطر که شما روز اول ما بیاودیم اینجا گفتین که ما تو بیاودم به لیاز همسایه‌داری به شرطی که به چی پیار میای به داخل باغچه نگذاری. ما همین خاطر گفتم. من نفهمیدم خلیفه. چند دفعه گیلک تو گفتم سر تو گوشات رو وا کردم. خود من گپ داد. اشته تو گپ میخوری آخی باغچه به دستتونه. ما با تو نگفتیم که کسی به باغچه نگذار. تو همین درختای لوا و شفتلو رو تاشون زحمت میکشی میده این باغچه پاک میکنی. من خیر مسکین غریبه نه که ما قوم خوش غریب خله داریم. یکی میاد اینجا باغونی میکنه با من. خلیفه من نمیفهمم بی عقلیم. من گپ داد. من گفتم پیشینم میام. چنده به تو بداد؟ کی؟ پیشینم میاد. یک دای لنگی داد. یک سطل شفت چی بود تا سطل شفتلو و الوسیا. شفتلو و الوسیا یک سطل پر کرد یا؟ زردلیان که این بنده. گیلک جو خو. یک کلمه تو میگم. همین تا پاک سوتره رو به سراخو. قشره. همین تا مقبول رو سراخو برو. دیگه نه یا به درد من نمیخوای برو. چون خیلی. بیلی میکنی؟ ها. چه کاره؟ و پوست رو میکنه با من چی؟ حالا من چیکار کنم خواهی تو بزنم تو رو چپه کنم جگه دست پاتو باش کنم. چند دفعه؟ آخی باغچیه گیلک. راست بگی. ما با خاطر از این میوه نمیگم یک سطل میوه. در باغچه برو هر کی تو وا میکنی. ما یاد میمیره عقل من نمیکشه. خب عقل تو کنم میکنی برو به سراخ بشی برو. خلیفه این دفعه بعد کنیم شما یک کاری بکنیم. یک نشونی به دست ما بسته کنیم. لطی. همین لطل که ببینم به یاد بمیایه گپا شما. برو گیلک جو به درد من نمیخوری. برو با خونه ترو مدر خور نخ تو برو از این کارا نمیخوری. نه من دیر بارایش کارم. چقدر مصرف کردیم و پیار من جگه به دست دادن خیر همسایه ای. تو نمیفهمی با خو. ما برو من الان پشتم من پیار میکنم. برو گیلک جو برو. بگو ما بیرو کردم برو. یک لطی میارن نشونی بسته کنی. میگم ما از این واسه که غریب مسکینی به تو چیزی نمیگم گیلک نه که دک از بیزو واسه نمیبودک دست پای اینجا میشکستم من. راست میگی. برو دیگه برو از سامون از این بیشتر خرم نکن برو رو به سراغ افتگیمه کلا در باغچه هم بگذار آتیش من تا هیچ من پول نهستم من دفعه بعد کردم مدام می گیلک برار مکو بخورده هیچ کاری عروی هدی نشد عمر خوبه می رقم که کرد 45 سال سنگینه 45 دقیقه کاری نکرده که به مردم فایده برسه خیلی نقص رسید خدا بخیر و بعد می برار منم بخیر ها با عدی طرف گیلا ها چرا عدی طرف عباس من بیرو که نه بابا با چی دست گل برای دادی جواب داد من چری پولا منو بدادن خود چری به خاطر ازی که
بچه همین نیلیلا همسایه بیامده یک ساعت شفتلو 1 کیلو نمیشه، نیم کیلو نمیشد. 1 ساعت شفتلو نیم کیلو نمیشد. 3 سر شاید میشد. تو سی انا بیامد اگه بیامد خود کله گنده خواه عباس به تا باغچی خوامد. انا بیا یک بار چرا این شفتلو ها ببرده چکار شده این دیگه باغچه من چکار فلانه برا خسرمه. یعنی تو بیرو کدو پادگه درستر و کسی بیه بدی خمر غلط. گما میرم خسار تار میبرم. 4 تلو هم به دست تو دو. پلامر بده لکه بده. چند دو؟ 20 روپیه و 500. مبارک باش 520 روپیه. انا 20 روپیه و 500. این 500 هم 20 روپیه. این لگرارم تو به جایی شده به می طول عمر خوب بریم کار کنی. همین 6 ماه بستکی. 6 ماه؟ 6 ماه و 1 روز میشه. گپ مفت ندی. انولی 520 روپیه برو خر بچه رو. چند تا میدن؟ 90 تا خر خود دادم. با 90 تا خر به 500 روپیه. سیکو هنی به می گپا مفت جراری. عمر خوبه میره غمگین کردی. بابا عباس و خودی و نانی و بابا این همه بلو گدایی هم. برار می گپا مفت ندی بلو که گدایی نیا. آخه او باغ نخریدم که احمد و محمود بره سرتاخ پر کنه داره ببره. او باغ بخریدم برای خود خوب برای فامیل خوب برای 4 تا میمونی که برای اینا بیایی دیگه. خدا بخیر خوشی نیلیلا داره و دار کنه خود میمانایو. بیا مادمو کاربار ما رو به هم زد. کم سالت شفتلو سیا بچین در چیز که ایم به در سلامش بگیر عباس به در باغچه بدیده بیده. برو خبر غلط کر بگو به سرا خوش خبری بگو من ویدیو کردم. برو پولا خور میبرم به خر بخرم آلی. خر بخر. یعنی کوی 90 تا خر اشته بیارم ما گنج. وظیفی تو مگر ازی بخر چروندن شه برارم دگه کاری کاری تو نمی. خب بیا برم حداقل 30 تا تو بچرون. مبارک باشی. من شکر خود کاربار دارم تو برو. این جگای زمینا رو همه میای میده. نمیبینی بال پلای لکدیه. خب سولل اینجا روشن میاش گلیو میکنه. برارم او زمین دم شه او چه کار میشه بالا شه پلا دگه. خسور من تو سیکو خود کله گنده خوبا برست میگم عباس که ما میرن در سرا خسور میکنم یک نون خوش که میره. اون میره من میفهم دل ما جمع میره. یک لیفیه برار جو 6 تا بی میگی با خسور تو نمیره. برو همه شما هم رنگی. همون خسور من میمونه همون بزنگک به تا باغچه او به تا باغچه نبسته او انال هم تگه نبینه خسور مکو میترسه. او هم تگه ببینه باغچه رو پرتای میده میره برات کار خوب. کفتر میترسه میمون که بجا خوب باشه. برو. الو نمیخوری؟ نی الو نمیخور. کی به گنج برون ما؟ هر دمی بیکار بودی دیگه حال شغل و وظیفی تو باید بیشتر میشه. بابا وزو پل شیلی هم نبودی خوبه؟ بیلک با هم سایار بداد نکنی با بیکار شدی. چی بابا؟ با بری مرغ بجونی اثرا. پلا خلقه خر میخرم میگی نواستا میشه. بیلا که دست ازی برار ما شاد نشدی. با هر جا برا این 4 رو نتاد یک دست گلی بیداد رخصت کردی مرتقه گفت برو تو به دردمون نمیخوری. آخیر آقا وقت جو چه کن که آنی پیار من زنم بداره. اگه موزم بخونی تو 6 این ریش ما براد پیار نمیبرم. این ریش ما براد پیار نمیبرم گیلا. چوب کن پیازا کنه میایه چوب کن گب زده بیا اگر یار مرم دیدی به گوشه بگو کالای نه بخور بپوشه اگر پوسید که چیداشو با بیلا اینو اشته بچسبیده براده ایوادی گیله کرای کنه و میشه جای بیکار بود دقیقی اون هم باش بدار که میا باش سالمی زمینه خودی به بمی اوگری ها کمک بکن
مردم هم برار دارم ما هم برار داره این بعدی بیای با باری از دوش ما کم کنه باری به دوش ما میشه نداره مونده نباشی که دید شکلیره مجون یا رفتی خیلی ها باشو خور جای پیار تو که جید پیار میمون ها؟ چی خبر دارم ای بر برای لقمه دادی چه وقت شدی؟ خود نمیبینی هنر بسته بکنم خوانه پیل وده با پیل بس بکن و بیل میشم به بچسبید بیل تا کردم و کجی؟ دستا خواه کردم همون کار پیار تو به ما گفت که چیزه گفت که همون کار بده ما بده مردم خرمن خلط کردن که ما گوی داریم باز زمستون به درد میخوره اگه ما این بیایم همون کار ببرن دیگه که تا دستپا ما فارغ شه بیا مر بس کاکا با تو میگم شکم تو بخور میلم شکر چینه کپای تو خواه چکار کاکا شما مایم که تو خوی ما این چکار کنیم کار پیار تو که گوه گوه میدن زمستون برو خود پیار نگردی من وقت ندارم با تو میگم که پیار تو میگی ما چون میگم چکار برو اشتا به سرا خبری بگی شاید به سرا بشنده هم چوش بده شاید عمر مثل توپ ببری شوت نکنی بر زنگ اگه ما این کاکا بیایم ببریم اگه نه ما این 10 نفر کو میخره برانه بزنه جون مر می بزنی بگوشی من به سرا به وقت دیگه خوب برو در سرا مردی پیار بگوش بری اون بگو ماشته باشه میای میبره دیگه برو دلسوزی عمال نمونده من به پیش شما متگه میای به سر کادون میای متگه کار هم میبره تو بمیخزی گپ و مفتی الویله بمیدی تو هم مقام مفته میدی مفته میدی چی داره دیگه برو خودی پیار مقام من چی میکنم جواده که توی از نقام آدانه من رفتم تو بچه من مدام میتونی فقط میگی تو قرض طلبی از مومهی یا بدنم بجود من به تانی چی بدم من تو ما یا ده تو چپاک من بدی تو میمر بزینی با تو حال به خوبی میگم که جی جان کار بیایم ببینیم که تا دستپا ما فارش گپ پیله ویله میزنی بیاین مامان نوروز بیاین مامان نوروز بله بیاین که شما چند کلمه بگم مامان نوروز این میمون می کفترا میبینین با طب آخچه از همه چیزا امید دوتا من خیلی خوش دارم حواس شانبالی میمونو کفتن خیلی باشه دل جمع باشه عباس هر روز اونا جمع کنیم همین روز یک دو تا سه پاک کنیم بیاریم بده به دست میخوره کفتر هم که دونه همونجا که خرواره دیگه همه دونه اینا هسته منطقه یک گپی هست اون روز خوب مثل دومات خود گیلک نکنیم چیکار کردی گیلک؟ گیلک شما داستان اختلاط کردم میفهمین که اشته آدمیه میفهم کمک ساده تره دل بازو میسوزه هم به چی خوبی هم هست ولی کارایی میکرد که به کل دیگه اعصاب ما رو بیشتر خراب میکرد مثل از اون نکنین همین پاک صفحه باغچه که هست جای یخی هست هر چیزی هست نون شما ماده دیگه از بیشتر چی مایی دیگه باشیم همین فکر میکن که باغچه خود منه بفهمیدی؟ من این فکر میکن که باغچه خود منه اگه زحمت هم بکشم انگار که خود منه بفهمیدی؟ بله ها دیگه ما باید متوجه کار خودم باشه این میوه و اینا همه به خدمت شما هست همین اجازه دارین که بخورین به خونه خودم ببرین من هم جلوی شما نمیگم که میوه نخورین من تا گیلک بعضی کارا میکرد که در باغچه برو هر کس وا میکرد خوب یک ست شفتالو رو ببین نورلله بچه اسم چیه اسم پیاریات مرفت ببین نورلله به در بفروخت یک ست شفتالو ما غم شفتالو ندارم یک ست غم نداره دو ست غم باغچه دارم آخشته در برو نفر وا میکن در باغچه بفهمید اون رو بله بالاخره دیگه حواس شما باشه به میمون و کفترا دل جمع باشه عباس جون دل جمع پوش بکو بله دیگه واسین خیلی خوش دارم میمونه همینجوری این پلاس اولو میخورن الو خیلی ندارم 3 بار 3 تا 4 تا پاک کنم بده دستی میخوره خودیو مامان نوروز
دیگه چی میخوره؟ دیگه نون خشک مینو هر چی میخوره دیگه. بیای مانور بیای